در ردیف دیگر چورابینی‌هایی که بخشیده می‌شوند به سال جوانان، برنامه‌های تلویزیونی محفل ظریفان نیز به آن بخشیده می‌شود و بازی نوبتی را برای شما گشوده اعلان می‌کنیم. در اساس قرعه پرتایی در بازی امروزه دسته‌ها از دانشگاه آموزگاری تاجیکستان در ناحیه رشت و دسته از دانشگاه اداره آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکین بین همدیگر قوازمایی می‌کنند. دسته زرافشان از دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکین به صحنه دعوت می شود. مرحبا. دسته قراتگین از دانشکده آموزگاری تاجیکستان در ناحیه رشت. مرحبا. سلام زی تعدادی آسمانی پرستاره و خموش و تار، زی دلهای غرق گشته عالم خیالات و آرزوهای شیرین با سلام. سلام سرشار از مهر و محبت زرافشان زرفشان به دسته قراتگین ناحیه رشت زمین و به کل شما حاضرین ارجمند. اینک تحفه خاطروی ما از نام دسته زرافشان و دسته قراتگین. مرحبا. салом ба тамошобинони барномаозмуни телевизионии маҳфили зарифон. барои дӯстӣ байни донишкадаи омӯзгории тоҷикистон дар ноҳияи рашт ва донишкадаи омӯзгории тоҷикистон дар шаҳри панҷакен тӯҳфаи хотиравии худро ба дастаи зарафшон тақдим менамоем. дӯстони азиз, мо барои шумо аз боғи донишкадаи омӯзгории тоҷикистон дар ноҳияи рашт себу нок чинда овардем. طبق نظامنامه برنامه‌سازی تلویزیونی محفل ظریفان که با ابتکار کمیته تلویزیون و رادیو نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در همکاری با وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان، وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان، کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان برگزار می‌گردد. اعضای حکمان نیز از حساب همین نمایندگان در تالار امروزه حکمی می‌کنند و می‌خواهم یک و یک برای شما آنها را معرفی کرده باشیم. نماینده از وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان ناصر جان بوریوف، نماینده از وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان تقای مراد نظرов، نماینده از کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان محسن مرادزاده، نماینده از کمیته تلویزیون و رادیو نزد حکومت جمهوری تاجیکستان منور شاهین. در اساس نظامنامه برنامه‌سازی تلویزیونی محفل ظریفان شرط اول سلامنامه است و برای اجرای آن دسته زرافشان به صحنه دعوت می شود. مرحمت. سلام و صد پیام از ما شما را، نبینید آفت و درد و بلا را. صدای رودکی از چرخ بالاست، پیام رودکی ره توشه ماست. چو از ما روح سینا شاد گردد، همه از درد و غم آزاد گردد. ما سلام از لایق شیرین سخن آورده ایم، شعر او چون آتش عشق وطن آورده ایم. عندلیبان خوش الهام زرافشان ما، ناله صوت و نوا بر انجمن آورده ایم. ما دانشجویان دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکین
وارثان آدم و شعرا ابو عبدالله رودکی و لایق زندیات امروز نه تنها برای اشتراک در محفل شعر و سرود و لطف و لطیف با نام محضر حاضر شده ایم. این لحظه سلامنامه دسته زرفشان ظرفشان را با 7 زبانهای خارجی منظور شما عزیزان می‌داریم. ما دسته زرفشان انگیزه هایم از زرفشان ظرفشان از دیار شاعر خیز و عالم پرور سلام ما را بپذیرید. Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Вас приветствует Таджикский педагогический институт города Пенжикента. Мы представим вам команду Зеравшана. Ladies and gentlemen, dear guests, teachers and students, we are the students of the Tajik Pedagogical Institute in Panjikent get together here to participate in this competition of Mahzar, of course, with the endorsement of leader of the nation, Imam Ali Rahman. I also congratulate all of you with the Day of Youth and wish you all the best, success, prosperity in your life. Thank you for your attention. 尊敬的各位来宾，大家好，我代表潘吉肯特师范学院的学员来这里参加这个盛会。我很高兴，今年12年前是在塔吉克斯坦年轻节，是我们感谢Imam Ali Rahman。 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن طلاب في معهد مدرسين في بلاد بانجاكين. أتمنى لكم صحة وسعادة في عام شباب. パンジケントタジキスタンの焼き添いの日本語で話します。私たちは日本語で焼き添いです。 Guten Tag, sehr Gäste, Damen und Herren. Sie werden vom Tadschikischen Pädagogischen Institut in Panjikent begrüßt. خب افسانه خان با فکرم همه دسته زرفشان بچه ها جمع شدن همینطور؟ با فکرم کسی رو کم داریم. بله دلیر جان در کجا هستن؟ خوابشان برده باشد می از راه دور آمدن؟ شاید. نه ما همین جانده ما خوب خستگی یک تا اینجا بیاد کنه روی صحنه برایید یک تا موسیقی شود یک موسیقی سلام 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 کنیچوا نیخاو سلام سلام شما نازمه شما نازمه نومن دلیر جان دلیر جان نومن دلیر جان نامش شما چی؟ فرقش نمیشه من نگی نخوام بگم دلیر جان یک به من نگرید الله جان بخشش الو لبای نگی نخوام ما یاناتون نده چی؟ ما روش نخوری؟ بیگانی؟ گپ نیست دلیر جان با کی گپ زدید؟ بودلنیک بودلنیک؟ بودلنیک من نامش نگی نخوام هم تو هر ساعت تلفن میکنه تو دلیر جان ها ما روش نخوری آیتو نبرد ما بایم گرام بید بعد میرید؟ البته اینجا محضر می؟ بله محضر است اینجا خانوانا نکر می؟ بله بله یک سلام علیک کنیم مایلش می؟ مایلش؟ برافتیم یک سلام علیک رفتیم کنیم سلام دوشنبه سلام نوحه رشت سلام به همه غلامان تلفن های موبیلی غلام تلفن با چه خیل میدونی دوستان وقتی که یک شخصی نو تلفن نو میگیرد یعنی شما یعنی من غلام تلفن میشود برای چی میدونید
چی؟ وقتی که تلفن موبیل میخرد و یکمین اگر از در درآید یکمین تلفن های موبیلی خودش میدارد میخره. گذارید مرحمت. یکم شما دارید. گپ نیست همچنین من هاز میبیام هیچ جا نروید. میبخشید به شما من نمیتوانم جانم. هم تو میدارند با تلفن های موبیلی. یک روز در نقلیات گوید یک دختر رو دیدم. تلفن های موبیل رو استفاده بردم من خیلی با نقلیات در اومد من خیلی نوشته در اون کالا دنگ زد درش نوشته واسه. تو همین درجه غلام تلفن با شما معقول شد؟ از نگاهتان معلوم که معقول نشد. من رفتم تا باز دید. مانند بسیار سپاس به دسته زرافشان جهت پیشنهاد نمودن شرط یکم نظامنامه برنامه‌مزمون تلویزیونی محفل ظریفان شرط سلامنامه. دوستان عزیز و ارجمند روی صحنه دعوت کرده می شود جهت اجرای شرط سلامنامه دسته قراتگین. مرحبا. دوستان عزیز این تالار فیلارمونیای دولتی تاجیکستان به نام اکش شریف جوره می باشد. اکنون من از نام خود و از نام همه شما به اهل تالار ای خوش جان همی جه میگفتی همی جه هموجه ها همی جه فیلارمونیا شهر احلا دشان بیشتر کی جه آخه اینجا اومدی الان نگو. الان نگم چی بگم الان؟ الان چه زمگه گفتم گی میکروفون در اختیارت مرحمت. الان من اینو میخدم اینو تمام دانشکده ایرش همه شما را به محفل ظریفان خوش اومدی میگم خوش اومده. شما هم گفته ده ما همه از تاجیکستان خطلانی و زرفشانی و رشتی و بدخشانی همه تاجیکم و برادر و خواهری جان. ای بچه ها اینجا ما محفل ظریفان آمدیم و شرط اولمون سلام نامه است. چی سلام دادن رو فراموش کرده؟ الا سر کنه. از نبیرگان قهرمان تاجیکستان نصرت الله مقصوم به نبیرگان سردفتری ادبیات کلاسیک تاجیک استاد رودکی سلام میگویم. سلام سلام خلق تاجیک، سلام تماشا بین ها، سلام دوستای ما، سلام تا ورا. ما راهی دور آمدیم نشانت مهارت شما امروز شاهد میشن سنتی ما را دوستی برادری بینی ما امسال سالی ما سالی جوانو. سلام آورده می سلام جان سلامه سلام جان سلامه با اهلی تولورما با اهلی تولورما گل جان آورده می گل جان سلام جان سلامه محفل ظریفانه در سال جوانانه محفل ظریفانه در سال جوانانه گل ماهی در کفدانه گل ماهی در کفدانه سلام جان سلامه سلام جان سلامه. وای سوراب جان دوست
دوستم او کنی گلماهی او گلماهی گفتی از شکم خودم سر کرده تا حالی تولار شکمایشون رد و برق به عمل آمد او کنی گلماهی او چی خیل کنی گلماهی خودت گفتی که گلماهی در تفدان است کلوه رنگ او من نگفتم گلماهی در تفدان است او من گفتم گلماهی در نزد دیگدان است او ینگه در نظر داشتم ها او شما با این فهمیشتون چی شدن میخواید من رفتم ایستوست یک جمعه چی خمارا پس میزنی ای دستی ما کو همه چی میویا او دیدم چی آمد گوش که شعری خدم آهنگ خدمه سرایون کنی دانش جیانی بناموسی دانش کدهی رشته دانش جیانی بناموسی دانش کدهی رشته در محفل امروز ما همه تیار هسته در محفل امروز ما همه تیار هسته ای مخلصانی عزیز اینقدر زیبا هستید ای مخلصانی عزیز اینقدر زیبا هستید امروز که با ما باشید از این ده زیبا میشید امروز که با ما باشید از این ده زیبا میشید شکر وحدت شکر عمر داریم ما شکر استقلال و نام داریم ما شکر که امروز جهان ما را شناخت شکر که امروز جهان ما را شناخت باوری از پیشوای تاجیکان داریم ما پیشوای تاجیکان داریم تو آمدی به میدان ای پیشوای ملت گشتی برود سختی مشکل کشای ملت مشکل کشای ملت ای قهرمانی ملت برو توانی ملت گردی درش پیمان جانت به جان ملت ای پیشوای ملت ای قهرمانی ملت ای قهرمانی ملت حساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان جوانان را آینده ساز ملت نامیدند بله سال 2017 نیز سال جوانان اعلان گردید افتخار از پیشوای ملت شکرانه از استقلالیت و وحدت ملی شکرانه از مردم سعادتمند و جوانان تاجیکستان پاینده بود جوانی و جوانان سپاس به دسته قراتگین جهت پیشان نمودن شرط اولی برنامه مضمون تلویزیونی محفل ظریفان یعنی شرط سلامنامه دوستان عزیز و ارجمند فرصت اون رسیده است که از اعضای حکمان به هر دوی دسته جهت پیشان نمودن شرط سلامنامه بها رو با هم تماشا کنیم. بهای اعضای حکمان به دسته زرافشان جهت پیشان نمودن شرط یکم یعنی سلامنامه 3 بهای اعضای حکمان به دسته قراتگین جهت پیشنهاد نمودن شرط یکم یعنی سلامنامه 4 بهای گذاشته شده فولی نکرو میموند هر دوی دسته باید که در شرطهای آینده جد و جهد کرده باشند تا اینکه توانسته باشند خالهای بلند رو به دست بیارند. دوستان عزیز و ارجمند به صحنه دعوت کرده می شود دسته زرافشان جهت پیشنهاد نمودن شرط دوم یعنی سرود هجوی. مرحمت. حافظان داد و بیداد از غمی توی از غمی توی
از غم پول امشب سرود خواندم باز خواندم سرودی نوی خود را ایجاد کردم. با همین توی تمام شد. باز یک شعری نو ایجاد کردگیم است. درباره دانشجویانی که در مکتب عموما درس میخوندن سانی پشیمان شدن. درباره می سرود لا فا دیس. یازده سال در مکتبی میانم درس من نمیخوندم، تستی ملی من سپاریدم، اما سیوم قسمت نتونستم. آموزگار مرا ببخشه، زبانی انگلیسی من نخوندم، اکنون من همش فهمیدم. من حاضر خدمتندم. در ناحیه دوردست خدمتندم. دوست عزیز تشکر زیاد برای همین سرودهایی که شما میخونید. اکنون یک لا مینور. اکنون یک نوبتین سرود درباره یک پسری که با دختری دوست داشتش یک روز با چنین سخنها مراجعت کرده است. دلبری زیبای من، شوخ و دلارای من، دلبری پولداری من، خانه و دردار من. 100 سامان بیده شیم خرم، 100 سامان بیده نغزش 3 تا شیم خرم. تشکر زیاد. همین شیما من خرده دادو با همین من وای ندیدم دیگه. اینک نوبتین سرود این واقعی حقیقی است. سرود با نام ایمپروویزاسیا. لا فا دیست. این حقانه شدگی گپ. رفتیم. خلاص دانشجو بشید اکو. هیچی نه. ساعتی میخزد. انجامش میپوشد، گاسکش میکنند، بیرون میرو، مشق میشیند اگر نتواند اگر پیشگام میرود. وقتی با درس میبیاد معلم میبیند برای چی دیر کردی؟ برای چی ریش نگرفتی؟ برای چی گاسک نیست؟ دو آکوب جا نکنید من دارم مالش من دارم بسرم دیر نکنی گر. تشکر به دسته زرافشان جهت پیشنهاد آمدن شرط دوم یعنی سرود هجوی. با صحنه دعوت کرده می شود دسته قراتگین جهت پیشنهاد آمدن شرط دوم سرود هجوی. از تنظیمم بفهمان آب چشمم نرزان رئیس بینم ساید داد یک توی بدکن تو کم از بازیات بود پناهی بروشات بود تو کم از بازیات بود پناهی بروشات بود معلوم بطای بسیار دلاغاری یک خیرباد دختری ما است که کم چشمش را چی کنی نه کم پیری نادانی مگر تو نمیدانی کم پیری نادانی مگر تو نمیدانی در تنظیم تغییر آمد سبوکی باز در آمد در تنظیم تغییر آمد سبوکی باز در آمد کسی کند سرکشی از کار کند دست کشی کسی کند سرکشی از کار کند دست کشی دختری ما دانشجو دانش داره جستجو
هانا موسفر ساده این دخترت مهره خوبه واره نه ای جاگه خوابش خستن میگم مدرس نمیخونم من شوب بده آی همیتا ای بابا جون اوخی دکم فرمونی خورد ما برو ورده فرمونی خورد ما دکم برو ورده چیکار میکنی؟ چوا؟ نمیدونم اما دکم فرمان خارج چه برو ورد ده ای خوبت کرد میمری کم خوب را دکم فرمان خوب رنگی خطای دخترت ابره بگن دکنه مرا خوری نکنه ابره بگن دکنه مرا خوری نکنه چکه قروتش بری سیب مروتش بری چکه قروتش بری سیب مروتش بری برای شوفای زنش نیم خلطه توتش بری برای شوفای زنش نیم خلطه توتش بری دختر جون یکی رکتر نبینا چووا پروا نکن بابای جون دکنی ما هوشیارای همشو خوبه قرارای دکنی ما هوشیارای همشو خوبه قرارای صد نمود هیله کرده رکتور راضی مینه صد نمود هیله کرده رکتور راضی مینه آی بعدم چکم خروت مروتا رکتورا متیا نه بابا جون دکان رکتورا با فند فریب روزی مینه خورود مرود ای خچای دکنه خب دای بگو هیا چه ضرر نمینه هرچی میگه بتیش بره قروتش ده سه و مروتش ده مرا خواندن نماندی زندگی ما سوزاندی مرا خواندن نماندی زندگی ما سوزاندی دامادت پرتاف طرف از مرو گردان درف دامادت پرتاف طرف از مرو گردان درف مثلی ما دختر بسیار از زندگی دلازار مثلی ما دختر بسیار از زندگی دلازار خان توی خی نشوه چشمکت نم نشوه خان توی خی نشوه چشمکت خم نشوه در وقت که امتحان سرکت خم نشوه در وقت که امتحان سرکت خم نشوه برا درسو تا بخون برا نگو ارزی دلازار کنی تسخانت برم عزتی مادر شداد کنی تسخانت برم عزتی مادر شداد فراموش نکنی دختری جان عزت مادرش البته دان ای حیاتی حکمون وقتی مشیده تمام ای حیاتی حکمون وقتی مشیده تمام صدقه شویم شماره به بلمان ماره صدقه شویم شماره به بلمان ماره ای کمپیر ای قبل نتال اما حکمون خودش میدونه که چند بلدونه قلبنده ها سرود هجوی در پیشنهاد دسته قراتگی بود و فرصت آن رسیده است که اعضای حکمان به هر دوی دسته جهت پیشنهاد نمودن سرود هجوی بهای خود را پیشنهاد کنند. بهای اعضای حکمان به دسته زرافشان جهت پیشنهاد نمودن شرط دوم یعنی سرود هجوی 3 3 3 3 بهای اعضای حکمان به دسته قراتگین جهت پیشنهاد نمودن شرط دوم یعنی سرود هجوی 4 3 3 4 به صحنه دعوت کرده می شود دسته زرافشان جهت پیشنهاد نمودن شرط سیوم یعنی صحنه‌چه هجوی. استقبال می‌گیریم. ассалому алайкум тамошобинони гиромӣ ин барномаи ахборотҳои нолозима имрӯз бо шумоян ҳастанд далерҷон нисаров ва раҳмати калом инак барномаро оғоз менамоем аз хабарҳои хориҷи кишвар дар ҳиндустон боз як нафари дигар вафот кард аммо дар маъракаи ӯ чунин ҳолат рух дод биёед якҷоя тамошо мекунем
आए यूं मुस्कुराए तुम पास आए यूं मुस्कुराए برنامه ما ادامه دارد. خدا شما برای همین گپتون معاش میگیرید. تشکر زیاد با خبرنگار ما امیتاب خبرچیان حسینوف برای چنین خبری خیلی نالازمه. خبرهای نالازمه ما خیلی لازم میباشیم. یک نفر ساکن دوشنبه در روز بارانی میخواست با ماشین سبکرو سوار شود. همون شخصی که با ماشین سبکرو سوار نشد خبرنگار ما بود. تشکر به او برای چنین خبری نالازمه. برنامه ما ادامه دارد. شما خودش کجای خوندگی؟ من فرزندام همونجا نمیسپرم حجتاشو. نوازندگانی دایره در وقت لازمه دزدی کرده میتوانند. توجه میکنیم به دایره چی خیلی چقان. سامبوسا مرحمت سامبوسای گرم سامبوسا مرحمت تشکر زیاد با دایره چی خیلی چقان. سامبوسا ها خیلی بامزه بودن. ما خاطر رسان میکنیم که سرپرست کلی برنامه‌های اخبارات‌های نالازمه مغازه ایسیب همه نمودهای سیب را به هر کنج شهر دسترس می‌نماییم. زنگ زنیتون. برنامه ما ادامه دارد. یکی از خبرهای نالازمه امروزه ما یک نفر پسری که با ورزش مشغول میباشد با چنین حالت به دختر یاری رسانید. با همون گپ می؟ برنامه ما ادامه اگر همین فرزند رئیسمون نمی بودید هم اوینه که شده گیده. یکی از دیگر سرپرستان برنامه امروزه ما استماتولوژی تقییماً پیشتر قصاب شده کار میکردگی. تجربه بسیاری 25 ساله قصابی دارد. همه دندانهای شما در 5 دقیقه شفا مییابند. متوجه باشید به این اعلان. شخصی که تلفن موبیلی سامسونگ گلکسی S8 را گم کرده است با شما تشکر زیاد. عمر دراز رزق فراز. در وقت گذراندن جراحی چنین حالت رخ داد. خبرنگار ما با اخبارات نالازمه نوبتین. چوک نه؟ نمیدونم. اسکالپلتی چی؟ ما پخته تبر نون آب این چی بودی؟ های اپندیسی
برنامه ما ادامه دارد. تشکر. خبری نوبتین درباره تیار نمودن لغمان. محترم تماشابینان گرامی، برنامه ما ادامه دارد. موضوع لغمان نمیخورید؟ متخصصان خیلی پرتجربه برنامه ما یک معلومات خیلی نالازمه را به ما پیشنهاد نمودند. معلوم گردید که در وقت دختری زیبا را دیدن همه پسران از هوش میروند. ممکن می؟ پرسه همه قبچه ها منو دیده افتینه شما چی به نفتیده؟ آدخت آخی من زن دارم. در آخر برنامه اولین آخرین اخبارات های نالازمه به اتمام رسید. خیر، برنامه ما ادامه ندارد. برنامه ما ادامه ندارد. تشکر. تشکر به دسته زرافشان جهت پیشنهاد نمودن صحنه‌چه حجوی. فرصت آن رسیده است که جهت اجرای شرط سیوم نظامنامه برنامه مضمون تلویزیونی محفل ظریفان شرط صحنه‌چه حجوی به صحنه دعوت کرده شود دسته قراتگین. مرحبا. جوان زیبا در کدام اختصاص میخونی؟ اما ادبیات زبان ادبیات سرکش. همخه؟ اوه انکه زبان ادبیات زبان باشه شیخانی را ایمه یاد بگیر. بچه ای بچه زردینه ادای تو شوا در جمله پیرو مبتدای تو شوا بخرم جگر تا تو حال زمان باشی و من حال مکان ای بیامان چون جمله تابع از قفای تو شوا ای دختا او تو آخی نمیدانی علما کیم؟ کی تو؟ اوتان سفیره سفیر کجا؟ داوید اومده وای دخترک شروع سفیر اودینیا نمیدونم آخی دولت تاجیکستان نمیدونم اون انتراکتیدش چیزی کار میکنه دخترک شروع یک خبیا ایران دخترک شروع گندم خونشده میگیرم تا تو مرا میگیری؟ آخی اگر زورت رسه برای چی نمیرسیده؟ آخی من آرزوی بسیار دارم. گابزان پشیمان نمیشی؟ نه وعده دادیم؟ گوش کردنی آرزوی اول من ایه که من ماشین میخری من هر هفته قطعی دوگانم درای ورزاب میرم. بلش جونکم ماشین میخرم همراه دو کسه و درای ورزاب میرم. چی؟ یک هفته روی مثل جوگاری زردی تو را دیدم بس نیست که باز تو رو همراه خود کشاله کرده درای برزو برم. او کجای من جگوری ها؟ ای مایلش اوف ای مایلش
امروی دکان های درا مایلش بینش آرزی گوش که آرزوی دیم اوه بچه آرزوش تیار آرزوی دیم ما یکی هر سال ما در پوتیوفکای یک ماه با دوبای میخری من میرم استراحت منم بله بله عزیزکم مایلش میگیرم پوتیوفکا با دوبای میگیرم همراه دو کسا استراحت میرم این قدر خسارات با بودجه اولاد چی در کن؟ اگر تو همراه من با دوبای روی مجبور میشویم از پول کسمتکای من کم کنیم نه من با این هیچگاه راضی شدن نمیتوانم آخه زن که گرفتی خواهی نخواهی او را باید خوشبخت گردانی وای جوانی زیبا با شما چی شد؟ ای نو جوانی به دلم را یافته بودمه چی شد؟ آب بیاره ده مردم یک کاسه آب بیاره فراموش نکن همه خمنانی خواهی گرم بیای ای متهم تو خودت به یک پاره نانی قاق زارو باز مرا فریب کرده دخترکشو خدا بزنم فهمده نمیکنم ولی گوش کن همه دوره استودنتی همه کسال ماده اورشید راستیش همه ملا گفت که همه بخلش که آبو همه نانی قاق و آبی قیتر ما ایمیده آیا نکنم نمیشوم خدا بزنم فهمده نمیکنم انا های این خونه ما در رسیده آه خودش در خونه شما سیبده کن چی؟ ای چی نمیگم همه خانه های ما را همه خلان اشمو دیوشانه همه چوریوشانه بو بای ما پرکچ ای تو بای وردگی ای بای ما با زیبتره که دختر خشتو خیمت رو مده یک پیولا چو میگرفته؟ آن ناشدری بو تفتو نه راستش سرم دختر خشتو خیمالش یکم وقتی دیگه میشوه روچیا مرده سگش نگیرم زنگ گفتین؟ نه میگم آخه یک پیولا چو بده نه رحمه دختر خشتو مالی یکم وقتی دیگه میشوه مالش خیلی از شناسایی با شما شدم جوانی زیبا خواهم شد بچه از شناسایی با شما شدم چی نه دختر خشتو بخشیش کام تا هیجانی شده اولی یکم بار ساز میشم بخشیش میشه دختر خشتو بخشیش مالش دختر خشتو تشکر با دسته قراتگین جهت پیشنهاد نمودن شرط سیوم یعنی صحنه‌چی حجمی دوستان عزیز و ارجمند فرصت اون رسیده است که اعضای حکمان به هر دوی دسته جهت پیشنهاد نمودن شرط سیوم بهای خود را پیشنهاد کنند بهای اعضای حکمان به دسته زرافشان جهت پیشنهاد نمودن شرط سیوم یعنی صحنه‌چی حجمی 3 4 بهای اعضای حکمان به دسته قراتگین جهت پیشنهاد نمودن شرط سیوم یعنی صحنه‌چی حجوی 3 4 در نظامنامه برنامه آزمون تلویزیونی محفل ظریفان شرط چهارم سوالنامه به قید گرفته شده است و جهت اجرای آن هر دوی دسته به صحنه دعوت کرده می شود. با اطلاع هر دوی دسته ها رسانیده می شود که شما امکانیت دارید که به دسته رقیب 3 سوالی پیشنهاد کنید. سوال های پیشنهاد شونده دارای خصوصیت های ظرافت باشند، به تحقیر دسته روانه نباشد و دایره معیار زبان دولتی باشد. هنگام پیشنهاد نمودن سوال پس از شنیدن پاسخ خود را نیز پیشنهاد میکنید. بازی شروع میگردد از سوال یکمی دسته زرافشان. مرحمت سوال خود را پیشنهاد کنید. برای چی نمیزها میوه سیب را گنده میبینند؟ برای که درون سیب سفیده و سیاه ممکن. هنگامی که سیب را به طور گرد شکل پاره میکنیم صورت ستاره حاصل میشود. با هم شنیدیم سوال یکمی دسته زرافشان رو. اینک فرصت اون رسیده است که سوال یکمی دسته قراتگین رو با هم شنیده باشیم. سوال ما چنین است. دندان را با چی زرد میکنند؟ سوال برای شما فهمو است؟ تکرار کنید. دندان را با چی زرد میکنند؟ دسته زرافشان امکانیت دارند سوال پیشنهاد شده رو 1 دقیقه محاکمه کنند. دندان را با چی زرد میکنند؟ رنگ ما اگر 3 ماه دندان نشه دندان اتوماتیک خودش زرد میشن. تشکر.
марҳамат, ҷавоби шумо. ҷавоб оддӣ аст. Дандонро бо тилло зард мекунанд. Тилло аз ангишт ба вуҷуд меояд. ташаккур ба дастаи қаротигин ҷиҳати пешниҳод намудани саволи якуми худ. Бо ҳам мешунавем саволи дуюми дастаи зарафшонро. марҳамат, пешниҳод кунед. замоне ки инсоният синни 30-ро пур мекунад, чӣ ҳодиса рӯй медиҳад? дастаи қаротигин савол фаҳмо аст? метавонед ки дар доираи 1 дақиқа муҳокима кунед. саволро такрор мекунам. замоне ки инсоният синни 30-ро пур мекунад, чӣ ҳодиса рӯй медиҳад? агар зан гирифта бошад, албатта занкалонӣ рӯй медиҳад. марҳамат, посухи дастаи зарафшонро мешунавем. мутаассифона боз ҳам қабул нест, зеро вақте ки инсоният синни 30-ро пур мекунад, албатта ба 31 медарояд. ташаккур ба дастаи зарафшон ҷиҳати пешниҳод намудани саволи дуюм ва инак фурсати он расидааст ки дастаи қаротигин саволи дуюми худро пешниҳод кунанд. марҳамат. саволи мо чунин аст. галстук чист? агар савол фаҳмо бошад, марҳамат муҳокима кунед. 1 дақиқа дар ихтиёр доред. як дақиқае ки ба дастаи зарафшон ҷудо гардида буд барои муҳокима кардани савол ба интиҳо мерасад ва аз дастаи қаротигин хоҳиш карда мешавад ки як маротибаи дигар саволи дуюми худро такрор кунанд. саволи мо чунин аст. галстук чист? дар шумо намедонам, аммо дар панҷакен галстук калиди ворид шудан ба имтиҳон ҳисобида мешавад. саволи дастаи қаротигин чунин аст. ҷавобаш. галстук ин либосест ки баданро гарм намедорад, вале гарданро мефишурад. фурсати он расидааст ки дастаи зарафшон саволи сеюми худро ба дастаи қаротигин пешниҳод кунад. марҳамат. электропоезд дар 1 соат бо суръати 60 километр ҳаракат мекунад. шамол аз 2 самт мевазад. дар ин ҳолат дуди электропоезд ба кадом самт ҳаракат мекунад? дастаи қаротигин савол барои шумо фаҳмо аст? муҳокима кунед. 1 дақиқа дар ихтиёр доред. электропоезд дар 1 соат бо суръати 60 километр соат ҳаракат мекунад. шамол аз 2 самт мевазад. ҳангоми дар ҳолати ҳаракати электропоезд дуди он ба кадом самт ҳаракат мекунад? ҷавоби мо чунин аст. электропоезд дуд надорад. аҳсан, қабул аст. саволи сеюми дастаи зарафшон пешниҳод шуд ва посухи худро низ қабул карданд ва инак фурсати он расидааст ки саволи сеюми дастаи қаротигинро бо ҳам шунида бошем. марҳамат. саволи навбатии мо ба дастаи ҳариф чунин аст. мехоҳам як мисраи онро гӯям ва мисраи дуюми онро шумо ёбед. мисраи аввал чунин аст. ҷавоно сарматоб аз панди пирон. мисраи дурумашро ёбед. дастаи зарафшон имконият доранд саволи пешниҳодшударо 1 дақиқа муҳокима кунанд. ҷавоно сарматоб аз панди пирон. марҳамат, савол як бор дигар такрор шавад. ҷавоно сарматоб аз панди пирон. барномаи мо идома дорад. посухи дастаи зарафшонро бо ҳам шунидем ва фурсати он расидааст ки посухи дастаи қаротигинро низ шунида бошем. марҳамат. ҷавоно сарматоб аз панди пирон, ки дар корхонаҳо дигар пирон намонданд.
دوستان از ارجمند هر دوی دسته امکانیت داشتند که سه سوالی پیشنهاد کنند و در شاهدی ما و شما سوالهای پیشنهاد شونده پاسخهای خود را نیز گرفت. اینک با آنها برار خواهان هستیم و با شما باهای اعضای حکمان را نسبت شرط چهارم یعنی سوالنامه با هم می‌بینیم. مرحمت به جایهای خود گذارید، به شرط نوبتی آمادگی بینید. اعضای حکمان خواهش کرده می شود که به سوال و جواب‌های پیشنهاد شونده باهای خود را با ما انعکاس کنند. باهای اعضای حکمان به دسته ظرفشان 3 باهای اعضای حکمان به دسته قراتگین 3 شرط چهارم در نظامنامه برنامه‌موضوع تلویزیونی محفل ظریفان سلامنامه بود و فرصت آن رسیده است که شرط پنجم یعنی تقلید اعلان کرده شود و برای اجرای آن دسته ظرفشان به صحنه دعوت می شود. تا ناله اندلیب اندر چمن است، افسانه لایق به هر انجمن است. عذاب دو چشم رودکی رود روان، با نام ظرفشان به خاک وطن است. اینک دسته ظرفشان تقلیدکاری خیش را بهر شما عزیزان تالار پیشکش می دارد. اینک به صحنه دو نفر هنرمند شناخته خلق تاجیک، جوربک مرادوف و جانبک مرادوف را به صحنه می‌خوانیم. پذیرا باشید. افتخارشون. یاری خوش دیلم زولیخا عزیز دیلم زولیخا، یاری خوش دیلم زولیخا عزیز دیلم زولیخا، باور نکن که لحظه از غافلم زولیخا، باور نکن که لحظه از غافلم زولیخا. تو عشقی اولینی، تو عشقی آخرینی، تو عشقی اولینی، تو عشقی آخرینی، خواستنی من زبانی نیست بخونی من عجینی، خواستنی من زبانی نیست بخونی من عجینی. محمد رفیع کرامت الله پذیرا باشد. اینک به صحنه دعوت کرده می شود جهت اجرای شرط تقلید دسته قراتگین. مرحبا. سلام و درودی به پایان نثارتان باد. هموطنان عزیز و کل مهمانانی از دور و نزدیک آمده. ایستو هنگوما ایستو. او اول نوبت من بود. تو چیکار میکنی؟ دویم در نوبت من. مگر نمیبینی پخش مستقیم است؟ تو ما رو در بین فرقش من باید برنامه اخبار رو میگذرانیدم. میدین تو از دوره دانشجویی همین خیل بودی. هیچ گپ نه. میگذرم. ما در استودیو نواربردار کوفته گشتیم، این نواربردارو همه در اینجا. خیر نباشد اخبار رو پخش مستقیم میگذرونیم. صاحبکاران شهر پنجکند با دسته اشتراکداران محفل ظریفان وعده دادند که بعدی به دست آوردن غالبیت صاحب خوابگاه نو زمانوی خواهد گشت. ولی دسته قراتگین امکانیت بود را میداده باشد یا نه؟ بینندگان گرامی اکنون توجه نمایید به یک خبر مهم. در حجره 69 خوابگاه دانشجویان 2 دانه خلیپ گندمی، 3 عدد رولتون و 1 پچ چای قوق غیب زد. بعد دزدیده شدن موادهای خوراکه در بین دانشجویان مناقشه سر زده، در نتیجه حادثه ناخوشی ویلکا شپک به عمل آمد. ضمن کافتوکاب شبانه روزی ریاست دانشکده معلوم گردید که گمانبر دکانی فاکولته میباشد. طبق نوارهای از نظر گذرانیده معلوم گردید که آخران مراتبه دکانی فاکولته با پسر خوردیش از خوابگاه دانشجویان بیرون برآمده است. تفتیشات بالای این سمت ادامه دارد. بینندگان گرامی اکنون توجه نمایید به یک اعلان. با معلومات شناوران جمهوری میرسانیم که ماه دکبر سال 2017 در دریای سرخاب مسابقه شناوری برگزار می‌گردد. از این رو شناوران را یادآور می‌سازیم که آمادگی جدی بگیرند، زیرا مسافه معین شده 8 کیلومتر را در بر می‌گیرد. این بود آن همه خبرهای تر و تازه‌ای که طول یک هفته از برنامه اطلاعاتی اخبار از تلویزیون صبح رشت پیشکش شما گردانیدیم. تن صحت و خانه آباد باشید. دوستان در این زمان و این مکان خوش آمدید.
با لب پرخنده و رقصیده جام خوش آمدید. منزل آباد ما آباد از لطف شماست. منزل آباد ما آباد از لطف شماست. اندر این محفل پیر و هم جوان خوش آمدید. سلام و درودی به پایان نثارتان باد. هموطنان عزیز و کل مردم شرفمند تاجیک و تاجیکستانی، لطف فرمایید قدم‌های مبارک یکایک شما را به این درگاه خیر مقدم گفته برنامه فرهنگی و فراغتی خویش را بخشیده به سال جوانان کشاده گفته اعلان نمایم. همه اهل تالار یک فکر شده از ما درخواست نمودند که از سراینده خلقی تاجیکستان و پسندیده جوانان و مستفیدان استاد هنر افضل شاه شادی یک سرود دلنشین پیشکش نمایم. السلام علیکم تماشابینان عزیز و مهمانان عالی قدر. یک چیز به شما میگم که من مردم تاجیکستان رو دوست میدارم، همه‌تون رو دوست میدارم. دانسته مانید که همه هیئت حکمان خویشای ما میشن. صدقه هاتون شما شمایم. خوش آمدیتون. صدقه هاتون شما خوش آمدیتون. خوش آمدیتون. سرودهای من همش بهر شما. رفتیم. چی شد از ضرب علا یاری زرافشانی جوانی را چی هست از لال ای شوخی بدخشانی جوانی را چی دانا و چی زیبا و چی جویا و اما زود بنادانی به حیرانی به سرسانی جوانی را گذشت آن لحظه شیرین شکست آن کاسه زرین کجا آن کاسه و آن کاسه گردانی جوانی را چه سود از در علا یاری زرافشانی جوانی را سلامت باشید. یک گروه کمپیرکان لبیاب از دهه لایلخه ناحیه رشت از ما درخواست خواهش و التجا نمودند که یک سرود شوخ و رقصی برای بیبی‌های برنادل پیشکش نماییم. محمد بیبی جان‌های عزیز، صدرالدین نجمیدین از شما و برای شماست. شامده رویای من، دنیای من، فرشته شبهای من، خدای من تو را دادم بر این دلی تنهای من. رویای من، دنیای من، فرشته شبهای من، خدای من تو را دادم بر این دلی تنهای من. ای گل بهارون، عشق ماندگارون، تو که زنده هستون تو بی ما کنارون. شیرینی منی تو، فرهادی تو هستون، تو که زنده هستون در یادی تو هستون، تو که زنده هستون در یادی تو هستون. خاله جیبدی گل، سعودی گل، سعبد گل از ناحیه راستش نام ناحیهشون معلوم نیست، شاید از باباها ترسیده باشند. خلاص سراینده که غایبانه عاشقش هستند و در اینجا قید نمودند که نام او را به پسرانشان گذاشتند و ما نیز نامیک آنها را فهمیده امریدین کبیری را پیشکششان می‌گردانیم.
دوست کو بدگر داری ما مرحبا دل تنگ نیست ما را چینی ابرو در بغل هم سنگ نیست دوست کو بدگر داری ما مرحبا دل تنگ نیست ما را چینی ابرو در بغل هم سنگ نیست سر برای دوست دادن سر ندادن دوست را این خطاب کسی صدای از دلی بننگ نیست سر برای دوست دادن سر ندادن دوست را این خطاب کسی صدای از دلی بننگ به همین برنامه فرهنگی و فراغتی ما به پایان میرسد باقی سربلند و خانه آباد باشید. تشکر به دسته قراتگین جهت پیشنهاد نمودن شرط پنجم نظامنامه برنامه مضمون تلویزیونی محفل ظریفان. خیلی لحظه‌های حساس دوستان از ارجمند اینک فرصت آن رسیده است که بهای اعضای حکمان جهت شرط پنجم به هر دوی دسته انعکاس کرده شود. بهای اعضای حکمان به دسته زرافشان 2 3 بهای اعضای حکمان به دسته قراتگین 3 4 دوستان عزیز و ارجمند بازی حالا به انتها نرسیده است و اعضای حکمان در یک جایگی باید که مشورت کرده باشند و خالهای عمومی را برای ما و شما نزد بلندگویک آمده اعلان کنند. رئیس اعضای حکمان در تالار امروزه در برنامه مضمون تلویزیونی محفل ظریفان نماینده از وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان ناصر جان بوریف برای معین کردن این دسته غالب به صحنه دعوت می شود. ҳайакати ҳакамони озмон ба чунин хулоса омаданд. донишкадаи омӯзгории тоҷикистон дар шаҳри панҷакин дастаи зарафшон бо гирифтани 61 хол ба ин даста барор мехоҳем ва фикр мекунам ки дар солҳои минбаъда як намоиши хуберо барои мо пешниҳод карда бошад. дастаи қаротегини донишгоҳи омӯзгории тоҷикистон дар ноҳияи рашт бо гирифтани 69 хол ба даври минбаъда роҳ дода шуд. خاطررسان میکنیم در بازی امروزه دسته قراتگین از دانشکده آموزگاری تاجیکستان در ناحیه رشت با دسته زرافشان از دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکین بین همدیگر رقابت کردند. بازی با پیروزی دسته قراتگین انجام یافت. با شما بودم کرامت الله محیدین. تا برنامه‌های دیگر پیروز باشید.